سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. در روی اکران главный мошенник کدیسی استونیور محمد تیوی رفتار اقبال حسین اشور کدیسی. تو میگو که سوق فایو دروغ میگه، ما مошенник نیست. آخران کارتایی که مودگی هستی ده برای چی بانو فامیل خودت نیست؟ زبربانک با نام نوروز، تینکو با نام خول محمد و تیبی با نام عبدالله. عاقبت این برادرها چی میشده باشه؟ محمد تیوی عاقبت این برادرها چی میشه؟ برای چی ما افیرام اسپید نکردیسم، ویدیو کام کردیسم؟ خودت میدونی محمد تیوی که مزید شما دو عریضه کردگی هستم، دو مقام ده مرا هر روز فریاد کردیسم. در یک هفته اخیر ایمینه در زبربانک 1 میلیون زیاد پول گذاشتگی. محمد تیوی برادرایی که نام تو نگرفتم، برادر نوروز شما مرا تماشا میکنین، خول محمد عبدالله، واتساپ در روی اکران سروچ نزنگ بزنین، خوز یعنی سر وقته. فکر آینده تو نکنین، فکر پدر مادر تو نکنین، فکر زن و فرزند تو نکنین. ای پشتی هر خیل ماشینیکو پشتی پنجره نری. هموطنان عزیز، در بین 1 سال 8 ماه اخیر ای پشتی اینایی ماشینیک دیگهش 724 نفر پشتی پنجره رفتگه. ایمینه ای پشتی کارتای نمی حرام، پشتی ماشینیک. یعنی انا میخواد بانو فامیل دیگه کسو کارتا میمون. ایرا لیتسوش در تئاتر روسیای فدراسیون تروریسم اعلام کرده است. این در روز است. نه که میبرمت بانو فامیل دیگه هموطنان کارتا میمون. فکر نمیکرد که عاقبتی او شهروندان چی میشه. بانو مخالف. امروز جانی این حرام دیده سند در روی اکران نامشان میگیم. خدا ببخشه ما را. میخواد که 3 برادر ما را پشت پنجره بره. برادر نوروز، خول محمد، عبدالله، سروکی وازمین میگیرین شما. شوخی نفهمی. سروش نزنگ بزنی. یا جان تشکر.